سلام، خیلی خوش اومدید به کانال ابوالفضل‌زنده. من امروز اومدم کاربرد موتور رو سرویس کنم 0 تا 100 شو چجوری موتور سلو خوب کنه کار کنه و این همه در تیتر بعد بهتون میگم. فعلا برای اول کار با شیر بنزین ببندیم، شلنگش هم جدا کنیم. بعد اینکه آقا فیلتر بنزین در آوردین، دو پیجا رو با 4 تا باید بازش کنین، هم این بر پیج رو هم اون سمتو، هر دو تا سمتشو باز کنین. بعد به این شکل اینو بازش کردین. پیستون کاربرد من حالا کمی سفت بسته است. خب حالا چینی با یک کمی یه قفل زیاد نباید سفت بشه وگرنه دهنه کاربرد خراب میشه. باید یک دونه کاربرد نو بخریم. کمی قشنگ میارم به این شکل، هیچ کاری نداره، اینا خیلی قشنگ به این شکل دقت کنین، بکشینش بیرون به این شکل. کاربرد به این شکل میبینین در رو بهش آوردیم. کاربرد الان میذارم کنار. فقط شما نیاز به یه ست لوازم کامل کاربراتور، اورینگ، جیگلو، شناور، کاربرد بنزینریزی داره یک بیگه که یه ست کامل باید بگیریم و واسه خوب کار کردنش هم میشه نو و یه فیلتر بنزین. بدون عوض‌ها بریم سراغ ویدیو. اول نکن 1 2 3 150 بازش باید بکنین. این اولی اینو باید قشنگ هر 105 باید قشنگ کامل باید شل بشه. این دو پیشش هم شل کنم. این در میاد. این از این و این نکن آقا. این الان کلا ما آوردیمش بیرون. ما اول باید نکن شناور باید در بیاری. نکن یه چند تا اینجوری ضربت بهش بزنی. این اورینگ نکن چند اینجوری باید بهش ضربت بزنی. نکن این پیمش یواش میاد بیرون. تو این پیمش میاد بیرون و میکشیم بیرون و این لاستیکو همه رو باید در بیاری. بعد اینکه درشو نکن بعد من حالا شما میدیم با 4 8 9 اینو درش بیار. حالا من نداشتم از اما افتی کمک میگیرم. قشنگ بدیم دارینش اینجا. این فشاریز باز میشه. این یوگل خراب میندازیم دور و یوگل دور آرام با دوسوی چیزی ما به این شکل یوگل دور آرام با یه دوسو باید بازش کنیم. اینو کلن بازش کردین میتونین پیچ سلو رو هم بازش کنین. اینو قشنگ اینجوری بچرخونینش دوش فنر رسنامه رو در میارین. حالا اصلا فنر نبودش این فنرش. اینا قشنگ باید بشوینش که این سوراخاش اینا هم باید باز باشه. بعد اینکه آقا اینا قشنگ تمیزش کردین، خب یک دونه ست لوازم کاربرد کامل. مثلا شما الان شناورش خراب، شناورش عوض میکنین، فردا اورینگش خراب میشه، فردا سوزنش بند میشه. بعد شما بدن از من یکی 20 رو بیشتر هزینه کنین کامل لوازم عوض کنین. اینو بازش کنم الان. اینو قشنگ با جوجی میکشین بازش میکنین. این شکل رو این رو بزنم اون برکه. حالا چیکار میکنیم؟ از صفر تا اینا رو باید جمعش کنیم. این اورینگ منیفولدتونه، منیفولد اینجا که هوا نکشه. اینم اورینگ این زیره. حالا بریم با صدا میام. ما اول فنر رو میندازیم داخل جای سلو. بعد اینو پیچش رو میذاریم درون با یه دوسو. این پیچ رو باید تا انتها سفت کنیم. تا اینو سفت میکنین 1 دور 2 دور 3 دور، نهایت ای جای سرچی هستی 3 دور و نیم. حالا من اینو 3 دور بیشتر سفت نمیکنمش، من یکم بیشتر شلش. بعد اینکه آقا اینو 3 دور شلش کردین، نوبت میرسی به چی؟ بستن این ژیگلو را. حالا ژیگلو دور آرام اول میذاریم درونش. آقا این بوشی که درون این است یواش یه 4 سوی 2 سوی میذارین درونش با یه چیزی باشی شو یواش درون میزنین
بوش میپره میاد بیرون. آقا بوشش این علامت بیرون بوشش. آقا این بوشش رو بعد بگیریم بذاریم تو. این بوشه رو قرار میدین درون از این سمت میره درون و با یه چیزی مثلا نازک چیزی میگیریم با از پشتش و به بوش باز ضربه بزنیم. حالا ما اینو باید برش داریم. خب ژیگلور دور آرام است نگان بعد بذاریمش اینجا و اینو باید محکم سفتش کنین، اصلا نترسین. اینو باید محکمش کنیم که موتور لرزش داره شل نشه و نیفته تا یه پیاله و موتور بعد کار نکنه، ریب نزنه. بعد آقا شناور یک دونه از این پیما داره که میاد درون این. خب بعضی وقتا شناورتون سالمه ولی این پیمش خرابه. خب این دیگه اینو میذارین درون این به این شکل، اینو میارینش پایین اینجا و این پیمی که داره رو به این شکل یک کمی ازش بازی بدین میره سر جای خودش. نکنین یک کمی آقا به این شکل میبینین نوار نور رو میذاریم جا. این کاربراتی که اینو اینجوریش کاملش کردیم اینو باید برش داریم به این شکل میذاریم جا و ضربه ریز میزنیم تا قشنگ جا بره و صدا پیجای پیاله رو سفت میکنه. آقا به این قشنگی صدا پیجای پیاله رو سفت کردین تمام شدش رفت و یه فیلتر بنزین نو بعد بریم رو موتور ببندیمش. آقا نکنین این یه زاید اینوری داره. خب میفته سمت اینور نیکی نگاش میره که پیستون گاز نچرخه. حالا این نیکی که از اینجوری داره نکن بعد بیاد بشین اینو صاف قرارش میدین میره درون. الان کج شد نمیتونه. آقا به این شکلی میبینید این که رفت درون. حالا ما اینو باید از این بالا سفتش کنیم. از این بالا سفت میکنیم و پیجش رو میذاریم و نکنیم این پیجش رو میذاریم و اینو میبندیم. آقا بعد اینکه موتور تعمیر کردین شمعش رو بخش کاربرات رو سرویسش کردی حتما شمع عوض کنین چون شاید شمع تو هم خراب باشه باز موتور بد کار کنه.